استفاده از آهنگ ایرانی قدیمی سیاه زنگی در یک فیلم هندی جدید سبب محبوبیت شدید این قطعه بندری در میان مردم هند شده و این روزها هندی‌ها با آن ویدیوی رقص می‌سازند و در میهمانی‌ها و کافه‌ها و رستوران‌های خود آن را پخش می‌کنند. چند روزی از فیلم جدیدی به نام ایوان بر روی پرده سینماهای هند رفته که در بخشی از آن از نسخه بازخوانی شده آهنگ ایرانی قدیمی سیاه زنگی استفاده شده است. یکی از سکانس‌های فیلم شخصیت‌ها را در حال رقص با این آهنگ نشان می‌دهد. دلیل انتخاب این آهنگ برای فیلم ایوان روشن نیست، اما در همین مدت کم این قطعه بندری با استقبال شدید مردم هند مواجه شده است، به طوری که مردم آنقدر از دست هنرکاران فیلم درخواست نام آهنگ را کردند که آنها نسخه کامل این قطعه را در یوتیوب منتشر کردند. این قطعه در عرض تنها یک ساعت 9 میلیون بار دیده شد و پس از گذشت 2 روز بازدید آن 15 میلیون را رد کرد. حالا تب ساخت ویدیویی رقص با این آهنگ فولکلور ایرانی تمام هند را فرا گرفته است. آهنگ سیاه زنگی از ساخته‌های ابراهیم شهید دوستی ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده ارمزگانی است و بارها توسط خوانندگان و گروه‌های موسیقی مختلف ایرانی بازخوانی شده است. شهرت این قطعه نخستین بار زمانی از جنوب ایران فراتر رفت که ضیا آتابای خواننده ایرانی پیش از انقلاب آن را در یکی از آلبوم‌های خود منتشر کرد. این قطعه آنچنان با استقبال نسل جوان روبرو شد که همان زمان گروه کور دختران دبیرستانی ایران در یک برنامه رادیویی آن را اجرا کردند. قطعه منتشر شده در فیلم هندی ایوان نیز بازخوانی از همین اجرای گروهی است. آهنگ سیاه زنگی که با نام جمال جمالو نیز شناخته می شود، اشاره به سیاه‌پوستانی دارد که از جزیره آفریقایی زنگبار به ایران آمده بودند. قطعه سیاه زنگی ابراهیم شهید دوستی در سال 1396 به همراه تعداد دیگری از آثار وی به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان به ثبت رسمی رسید. ابراهیم شهید دوستی متولد 1330 در هرمزگان از سال 1346 فعالیت در زمینه موسیقی را با سازهای کوبه‌ای آغاز کرد. بعدها به اجرای موسیقی در تلویزیون پرداخت و در اداره فرهنگ و هنر مشغول به کار شد. این هنرمند گروه موسیقی لیوا را با همکاری دوستانش در دهه 40 راه اندازی کرد و آثار ارزشمندی برای موسیقی جنوب و مردم این خطه به جا گذاشته است. کتاب مجموعه ترانه‌های هنرمند به گویش بندرعباسی به نام زندگی کوهبلندان منتشر شده است. فیلم هندی ایوان یک درام اکشن به کارگردانی سندیپ ردیوانگاه است که اکران آن از ابتدای دسامبر 2023 در سینماهای هند آغاز شده و رنبیر کاپور، آنیل کاپور، بابا دیول، رشمیکا ماندانا و تریپتی دیمری بازیگران اصلی آن هستند. ایوان فیلمی هست با موضوع انتقام درباره عشق پسر به پدر که در نهایت منجر به اختلافات خانوادگی می شود.